السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تمامی جمله مسلمانان از تمامی بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی نیابان باشد. الله هر یک مسلمان به جا و مکان مقدس نصیب بگردانه. الله برای هر یک قدم ما و شما علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول می شوند اون عمل ها را برای هر یک قدم ما و شما نصیب بگردانه. خداوند برای انسان هایی که بیزن هستند برایشان زن های صالحه نصیب بگردان. یا الله، این بهترین نعمت روی عالم این زن صالحه است. الله برای هر یک مسلمان نصیب بگردان و برای هر یک اپا و خواهر اکا و دادر ما و شما، برای اپاها زوج صالح، مرد صالح نصیب بگردان و خواهرها، تا اینکه از اونها فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه به دنیا بیایند که اونها با طاعت عبادت الله باشند. الله نیابان باشه هر یک از ما و شما را. خداوند پدران مادران ما و شما را نیابان باشه. خداوند برای هر یک از ما و شما رزق حلال نصیب بگردانند. خداوند خوشبختی را برای هر یک از ما و شما هم در دنیا و هم در آخرت نصیب بگردانند. دعا کنیم که اللهم اینی اسألك العفو والعافیه في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. پروردگار تو قادر هستی. بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر. الله اینجا و مکانه برای همون نصیب می‌گردونه. امیدوار هستم که انشاءالله آرزو میکنین، تمنا میکنین، طلب میکنین دعا تا اینکه الله براتون نصیب بگردانه اینجا و مکانه. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.